از محل مورد نظر در میاریم، فرمون رو به این سمت میچرخونیم. خب لنت ها رو در میاریم. ما یک دو سو اهرام میکنیم. در صورت که پیچ چرخ شما بریده باشه، پیچ دیسکتون یه مهره ببندید که راحت تری کار. این نکته ایمنی بگم خدمتتون که این چرخ رو باید بذارید زیر که اگه دفعه جکتون در رفت اتفاق بدی نیفته. خب بعضی از لنز ها یه همچین سیمی دارن، بس یه نوع خودرو مدل پایین بالا یه نوع هشدار دهنده است. اگه خواستید بکن زیاد چیز مهمی نیست. لنز رو به این صورت جا میزنیم. آقا یعنی چی زیاد چیز مهمی نیست؟ مهم نیستیه، مهم بوده گذاشتنش اینجوریه. مهم واسه یه اخطار دهنده لنز این یه فشار رو بهش میاریم، جا که رفت پیچ از این سم میندازیم، آهسته سفتش. اگه از این دسته ویدیوی آموزشی خوشت میاد حتما کانال ما رو دنبال و سابسکرایب بکن و لایک و کامنت یادت نره. اگه بازم دوست داری از این سبک ویدیو درست بکنیم تو کامنت ها ویدیوی درخواستی تو بهم بگو که متناسب با درخواستت ویدیو